خب ببینید برادرای عزیز، مثلا همین چاپلوسی اینا مرحمت بگذارین. یک مود شدگی است برای این ملت، برای این مردم، به یک اکثریت شده فرض کردیم. من نمیدونم همه کجا خانه خدا میروند. این نفر اصلا اگر ما قانونی نگاه بکنیم، زنگ تلفنی من پیوست کن. بله سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم سلام. اکا بروز توضیح خوبی؟ تشکر. اما سوزایت اینجا ما شهر لواکان دیم اکا. خب بعد همه خودت میگی گوش که اکا خودت میگی پیر محمد رضا بردن زندان کردن اوله او را کی میخونن. خب چی با همین نسبت سیاستی پیش گرفته روبر دولت گپ میزنه اکا. در اونجا گفتگی است که نسبت سیاست بیست آخ ای تایلوق بیست گوش که ما گپ دادیم گوش نمیکنم گپ نزن الان خودمای خما گوش میکنم شما را گوش نمیکنم چه فهمیدین نمیکنم گوش نمیکنم گوش نمیکنم کشش خاموشش کن چه فهمیدی گوشت نمیکنم فهمیدی گوشت نمیکنم مرغ میشی چه که اون مرغ تخ میکنه که خب بعد صدا بلند گوش میکنی اول ما گپ میزنم با میگی اجازت های گپ زدن با گپ میزنی خب خوب گوش کنین چاپلوسو اول زنگ میزنی دوم میگی اکا ای برادر اجازت های ما گپ زنم انا وقتی ما گفتم اجازت های با گپ میزنی چه فهمیدی اول چه ما هم میتونیم گرینی باشیم تری بلدنوی تری دیونگه گوش که یا برادر رو اقل خونه بکن فهمیدی آن او اقل خونه که رحمان و ساختگی برای بزغلا اوجا بره میفهمی اینجا جای خیلی بزون نیست اینجا جای خیلی گوشکن نیست در کار داری من شما را زنگ نزده استم میفهمی برای من کفایه از زنگایی که زنگ میزنن من یکم تا زنگ نمیزنم در کار داری زنگ میزنی اجازت میپرسی با گپ میزنی کو هستی بیا اولی قبولت میکنن لو بدل خودت کسایی که امو لگنا میبردارین اجازت میپرسی بیا الو الو بله چه گوش که وقتی چی باید کش تلفن من میگم که اول اجازت میپرسی با گپ میزنی از ناتو مایت اجازت حیوان آدم قطعی از نش گپ نمیزنه بی عقل این همین نوارا بیا گوش کنین نگاه کنین مرحمت خداوند مهربان در خانه خودت در نزد کعبه الله ایستاده دعا میکنیم که به پیشوای ملت ما پرزیدنت ما محترم جناب عالی یک برادر در فیسبوک یک جمله بسیار خوب نوشته است که اصلا برای برده برای غلام مهم نیست که او خانه خدا بره و زیارت بکنه دعا عبادت صمیمی می شود تو برای فیسبوک بگیری من در حق جهان پیشوای ملت دعا میکنم که خداوند و همه پیشوای ملت ما رو تو خانه خدا رفتی تو عبادت پروردگار رفتی بلیاز خدا عبادتی پروردگار رفتی من نمیفهمم شما چگونه احساس میکنه خانه خدا را وقتی انسان پا به خانه خدا میگذاره روحان جسمان عقلا با تمامی وجودش احساس زیارت پروردگار میکنه مردم شما زیارت بود کردین خانه خدا رفته است جای مقدس رفته است لایف اثر داده است در حق جناب یولش دعا داره دعا صمیمی میشه و قلباً میشه در حق جناب عالی دعا میکنی در حق نمیدونم مادری جناب عالی دعا میکنی در حق پدر که خدا دعا میکنی در حق مادر دعا میکنی تو با قلب دعا بکن تو واسطه باش قطعی پروردگار من نمیفهمم برای چی برای وظیفه گرفتن که فلانی در خانه خدا رحمانو بیزار این نمود چاپلوسی دیگه این نمود چاپلوسیش در داخل وطن که خواب دیگه چاپلوسی بود ولی تصور کن انسان وقتی خانه خدا میره در جای مقدس میره و یک فاسق و یک الکش و یک رقاصه را وقتی دعا میکنه که خدای همین فاسق ما رو نگهبان باش این است
چاپلوسی ای زیاد میشود. خودت پناهت به نگهدار همه همین ملت تاجیک خلق تاجیک خدا حفظت و نگهدار خداها جناب عالی پیشوای ملت ما مردم در اونجا ربنا آتینا فی دنیا حسنتا دعا کرده سر خدا را یاد دارن، اونا تکبیر میگن، اونا عبادت پروردگار را دارن. این طبقه این اصلا 40 ساله هم نیست. من وقتی فیسبوک نگاه کردم بچه جوانتر است، یعنی من میدونم قانون برای این چاپلوسا دخل نداشته است. این میره به خانه خدا میاد، قانون معین کرده است. خب اگر که خب معلوم است که این طبقه انسان ها میرن، ولی از جمیع آفت و بلاها خدا در حفظ امانت نگهدار. من همه آن کارهایی که امروز جناب عالی شب و روز میکنند برای آبادی دیار، آبادی مملکت، آبادی خلق عزیز ما میکنند، خداوند خودت جناب عالی امام علی رحمان خدا پناهت و نگهدار پروردگار. همه آن حاجیانی که از تاجیکستان برای حج آمدن خداوند خودت حجشان حج مقبول، سعی مشکور، ذنب مغفور بگردان پروردگار. به اندازه یا چاپلوس دیگه که واقعا خواه دیگه خانه خدا که رفتین عبادت بکنیم ولی از خدا. خواه بیا زنگ دیگه. الو الو السلام علیکم. و علیکم السلام. اکا بیروز خوبی میشه تشکر. اجازت های گپ زنیم. آفرین انا جوره اجازت های او همین لیواکان زنگ زیستیم اکا. تمام میشه که وقتی میشه که یک کمی آرامتر، یک کمی انسانان داخل بحث شد صحبت کرد. برای چی خدر گرینی بخگی میکنن در اینجا میگذاره بخگیشو؟ نه میشه که عادی آرام باشه. همخه نه؟ بله اکا بیروز. آفرین بیا بفرما. ما فکر میکنم که تمام ملت تاجیک در حق جناب عالی دوگو اکا بیروز. چی با؟ خب برای اون که گفتی چهار چوپانی را که در گردش جمع کرده است خیلی دولت داری میکنه این 30 سال تونسته است اکو اکا. خب یعنی خب معلومه که کشور به همون فرمای فامیلی تبدیل دادن. آخه چی کار کردن؟ چی دولت داری کردن؟ چی کار کردن برای ملت؟ خیلی خدا را شکر و اکا بیروز هر روز نویگری یک عبودی نویگری در عباره نویگری چی را میبینی؟ بچه شما یا برنامه تلویزیون تاجیکستان را تماشا میکنی، این قدر روزا یک مؤسسه شده است، یک راه آباد شده است. حسابی کی؟ حسابی ملت تاجیک. چخی؟ بعد رحمان چی ربط داشته حساب ملت تاجیک شود؟ دولت یا امام علی رحمان نیست. دولت گفته تمام مردم تاجیک ها میگن کسی که نه بلگداریا هدایت های همون مردم شده است. ایبوز همون مردک دولت ما را صاحبی کرده است، مردم تونسته است آبادی کرده است. زید سعید هم آبادی کرده بود، چی زندان شد؟ ما با زید سعید کار ندارم. من کار دارم، تو کار نداری خیلی میتونی برای دیگه. تمام سوال من همیه. نه سوال من رو جواب ده. زید سعید برای چی پس زندان شد؟ آبادی که نکرد کو؟ دامای بلند سوخت، وزیری صنعت بود یا مدت، درباری رحمان رو تعریفش کرده بود. انیخه باید وزیر باشی. احسن زید سعید چرویچ. گوش که اکای بیروز آبادی یگان کس با آباد کردن امام علی رحمان برابر شدن نمیتونه. این مردک جونش امام علی رحمان حسابی کی آباد کرد؟ حسابی دورایی پدرش میراث ماندگی. گوش که اکای بیروز یگان کس جانیساری مثل امام علی رحمان کرده بود. پدرت صنعتکار است یا نه؟ او با پدر ما چیکار داری؟ یک گیتار بگی خوشرو بنواز. کدام جانیساری؟ کدام؟ استغفرالله. کدام جانیساری و جانفدایی؟ کدام برای ما بگو. نیمی مردم از زندان کردن، 2 میلیون مهاجر کردن، پارچه زمین فروختن، یک روزنامه نگار حقی گپ زدن نداشته باشه. برای من جنایت عبدالستار را بگو، جنایت دله را بگو، جنایت عبدالله غربتی را بگو، جنایت ذوقی بیک را بگو، جنایت 4-5 نفر دیگه را بگو. دلیر چی جنایت کرد؟ دلیر امام علی چی جنایت کرد؟ بیا
دلیر موبایلی اثرش شما کردین این یا همین نام شما برو اخیر همین با گوش که کبیر به اسناد گپ نزن که گوش نمیکن به اسناد گپ نزن به اسناد گپ نزن جنایت دلیر امامعلی دادگاه گفت که انداز نمیسپره یوتیوب درست گوش که کبیر روز اساس حوزه خودت گفتی که برای قتیم و همکاری کردن همین خیلی کردن همین خیلی گفتی و ما گفتیم دروغ میگن یه چیزی عادی است حکومت یه چیزی عادی را یافته است 307 قسم 2 سرنگون کردنی حاکمیت عادی دیگه بازپرسی نداره دیگه کسی نمیپرسه تمام رفت 5 سال زندان جوان یه چیزی عادی میفهمی حاضی اگر همین ترم صبر کو این همین ترم حاضی بگو که اگر که جامعه ما جامعه آزاد است بگو که اینا بگو که امام رحمانوف 30 سال دولت داری میکنه گفتم میتونی البته میتونم بگو امام رحمانوف 30 سال دولت داری میکنه تمام فرزندا و نوره و داماداش وظیفه داده است گفتم میتونی اوش شوا خاکو بگو با زبان تکرار که بیا با زبان تکرار میکنم که چوری کرده است این قوبادی که است اوش شوا این مردک خدا دادی خدا برکتش بده عمرش دراز کنه اگر امو حج هم نصیبی مکنم ما میرم آدم که در حقش دوم میتونم اول در حق پدر و مادر دوم میگه در حق امام علی راست بگو اول در حق پدر و مادرم او هم آدم خیلی بیستی پدر و مادرم در حق او هم خیلی دوم میکنم تو پدر و مادر تا امام علی رحمان بالا میدونی یا که نه اکا خداوند او را پوچوی ما کرده سوال تو پدر و مادر تا ای رحمانوف بالا میدونی یا نه راست بگو اوکی دریجه چی در کار برابر من یک ناخونی مادر ما پدر و مادر ما از رحمان و از تمام عائله‌اش بالا میدونم تو میدونی بالا میدونی اگر بالا میدونستی امروز در پیش پدر و مادرت خدمت میکرد فرقی نداره من با زبان میگم تو آماده ای که پدر و مادر از رحمان بالا بدونی میدونی یا نه تو مرا گفته بودی یا بوری دیگه کی مرا نه همین برنامه در گفته بودی کی ای فیو مادر که شما را زاید است و 9 ماه در آغوشش کلام کرد است که تو گفته تو دیگه ای برادر قسم به خدا 1 ساعت زحمت که مادر من برای من میکشه من از تمام تاجیکستان بالا میدونم گفته نمیتونی ای مرگ شما جوان مرد مرگ شما برای که مادرتون 9 ماه شما را در بطنش گرفته است خودش خواب نکرده است را خوابانده است خودش نخورده است نپوشیده است شما برای جوانان رو خورانده است و پوشانده است امروز آماده نیستی که مادر تا دفاع بکنی امروز نمیتونی گفته ای برادر سلمان من خاک پای پدر و مادر ما از رحمان و از تمام دولت خودش بالا میدونم برای چی او مرا زاید است او مرا شیر داده است او مرا کلام کرده است او مرا تربیه کرده است رحمانوف مسئول است امروز وظیفه دار است مسئول از دولتداری میکنه فردا از وظیفه راست هیچ کسی نیست برای من ولی پدر من دهیم روزم برام پدر است فردا هم برام پدر است و در قیامت هم برام پدر و مادر است فردا در روز قیامت هم از من پرسیده میشه از من پرسیده میشه آیا در قیامت از رحمانوف از تو میپرسن آیا در قیامت رو از رحمانوف میپرسن ولی کسی که از تو میپرسن این پدر و مادر عزیزت است ولی وای به حال شما که وای به حال این همون جوانمرده که حتی آماده نیست که بگه ای برادر من باز هم میگم این روز هم میگم فردا هم میگم در زیر دور هم میگم پدر و مادرم از رحمانوف و تمامی اون منقاماتش تمامی اون پیشرفتی که اگر در تاجیکستان میگی کرده است از صنعت کرده تا اقتصاد تا سیاست چه من یه ناخونی پاشه بالا میدونم آیا تو آماده هستی بگوی اوکی این خودت یک وظیفه کوچک تا پدر مادرت بودار دونسته وطنت بالا دونسته تو سوالی مرا جواب ده آیا تو میتونی گفته که این تو در داخل وطن در نزد پدر و مادرت دوست میداری در پیشش آیا تو پدر و مادرت از رحمان و زیادتر دوست میداری من رحمان و ای همه چی بالا میدونم ای پدر و مادرتم البته انا پدر و مادر ما را همو حفظ کرده امروز پدر و مادر ما تینج گشته است بچهش در پیش شای خونش تین جای چی بگم دیگه خداحافظ هیچی آفرین ای مادری عزیزی که مرا میشنوی همین را تربیه کردی همین را زایدی اینا
زحمت‌های نگهبانی کند تو را 9 ماه و 9 روز، تو را چون جان ببر بیچاره مادر. های ای خدا، ای خدا، ای خدا، ای چی بدبختی، ای چی مصیبت، ای چی بی‌عدالتی، ای چی بی‌ناموسی، ای چی تحقیر در حق مادری خودت. ای برادر، برا در تاقگی بشین، برا مسجد، برا به خدا بگو که ای پروردگار، و خدا قسم من از همین پدر و مادرم دیده این ماه رحمان رو خوبتر میدونم، حتما یک حکمت برات، یک چیز برات نشان میده که ای بدبخت، ای ابله، ای بی‌ناموس، کسی که تو میگی ما او را دوست میدارم و دشمن این دین است، او دشمن این ملت است، او کسی است که ملت به نابودی داره برده، او کسی است که هزارها زن یتیم به فرزند و به پدر و به مادر کرد، او کسی است که امروز مادری تاجیک از نبودن فرزندش میگیره، مادری که ترا زاید، درد کشید، اذیت کشید. چطوری گفتم بعضا موارد نمیخرن مادرها خودشون برای تو میتیه که فرزندم بخره. روزی تولد فرزند، آرزوی مادر فرزند شیر بچه شوه، جوان مرد شوه. مادر نفهمید که مرغ میشین، شما نفهمید که خیلی مرغ میشین، نفهمید که خیلی مادرتون کیدت میکنه که مادر برای من هیچی، رحمان برای من گرنی بده. ای خدا، ای رحمانوف توانستی واقعا، توانستی ده اینمی متاد کردی همین جوانو را، توانستی که همین را یعنی عاشق خودت کردی که حتی سبحان الله از مادراشون رو میگردونن. نه بلیازی خدا، بر خدا قسم از مادراشون رو میگردونن. اگر ما بگم که اینا به خاطر اسلام، به خاطر راه پیامبر، به خاطر قرآن این کارا میکنه، قدر سختم نمیرسه، قدر سختم نمیرسه. چون پیامبر خدا میگه گذشتی از پدر از مادری خیش برای امتان ادیا محمد. صحابه های بودن که در زمان پیامبر وقتی اسلام قبول کردن، راه دعوت قبول کردن، همین فشار و همین خیلی مصیبت ها براشون آمده بود، ولی اونها برای اسلام بودن، برای ابو جهل نبودن. میفهمین؟ این جامعه ما، این همیا میروان آیسته آیسته وظیفه میگیرن. آیا این میتونه احترام مادر بکنه؟ یک زن وقتی دفتری کارش میگه بیا اول تجاوزت کنم، زنک خوش بدای با کار تبود بکنم. این همی طبقه میروه، این همی طبقه نجس صفت ها، این همی طبقه بی ایمان ها، این طبقه بی انصاف ها که از راه شاید از راه حرام یا به دنیا آمدن. که من مادری رو بیچاره با فرشته گفتم، شاید بیچاره مادر گناهگار است که فرزند از راه حرام آمده است. شاید ولی اگر از راه درست بیاید، تربیت مادری بگیره، تربیت پدری، لقمه حلال بخوره، نخواه فرزند چنین باشه.